Hello everybody. آقا خوش اومدین به پارت 4. آره 3 که گرفتیم، پارت 4 بازی هالو نایت سیلکسانگ. آقا بازی سخته، بازی واقعا سخته. من توقع نداشتم سخت باشه ولی واقعا سخته، سخت‌تر از چیزی که نشون میده. من توقع بازی آسون داشتم، بازی حس سوپر ماریو میداد، برای همین من شروعش کردم. الان میگم سخته. آره خلاصه که بریم شروع کنیم بازی. کجا اومدیم؟ آره اومدیم میشه این روسا. بچه نگاه کنین. نه وارگا که نه، بذار پیداش کنیم. اینم که نه. آره اینم شاید نه، یکیشون روسه، میدونم که روسه. گریشکین 100 روسه، اصلا شک نکنین. آزارم بنویسم امضا کنم که گریشکین. بچه دستم داره میلرزه، دستم قبل نمیلرزید. فکر کنم یه موجودی تو مپ دنبالمونه. خب اینجا ای وای در سگ. حالم از این به هم میخوره، حالم از هر مابی که تو این بازی. بس اسکی سود زدم انگار مثلا یه ضرب زدم یارو باباش در اومد. اینا اینجا افتاده بود. این سمت رو باز کردیم، یه باس بود که قرار بود بزنیمش. باسی بود که گذاشتیمش تو برنامه. این بالاها بود اگه اشتباه نکنم. ته باز نمیشه؟ نه اینجا بود؟ نه اینجا نه، بکنم بالاتر. اینجا آره. آقای باس، آقای باس همه رو زخم زیری کرده. خب میزنیمش یعنی. خیلی لوت داریم، یعنی میترسم که بمیریم و نتونیم لوتامون رو برداریم. 60 اینجا داریم، 60 اینجا، 120 تا داریم، 72 تا هم اینجا. 92 تا فقط از این قرمزا داریم. اگه یه طوری باشه سگ خورد. بیا ببینم چیکاره ای. ای وای تو اصلا خود داستانی نمیخواد. ولمون کن، ولمون کن، ولمون کن پدر سگ. دیدین چطوری قوی بود؟ نباید اینطوری می بود. ما الان میریم 2 تا ما میزنیم، 2 تا اون میزنه، 4 تا اون زد هیچی. ما اینجا کجاست؟ ببینید تو میخوره به این پشت این دره. آره آره چه بالاترش یه جایی هست که ما باید بازش کنیم. یه جوجو
تو چه مدلی دیگه؟ بابا اینا چرا سلاح دارن بی شرفا؟ سر و صدا میکنی بمیر. هان؟ اوی به جمالت. بالا برو. چی میندازی؟ آقا داریم میرسیم ته مپ. ولمون کن. آره بیای. ریدی. نمیمیری؟ آقا رسیم به بخش سختی از بازی. اینا راحت میشه کش. اونا که بالا میارن اصلا یه چیز بدی هن. چقدر هم لوت میدن. عجیبه. دیپ داکس اینجا نیومده بودی. اینجا جاییدم. اوه یه تیکه ماسکه اونجاست. یه تیکه دیگه هم باید بریم بخریم از اون زنه. با اینجا همه چی میتره که به باباتون. چطوری اینجا رو باز کنم؟ این سمت این صندلیه. آقا یه جا باشه ما با مردم تعامل کنیم دیگه. سی روزاریس دزد. بریم پایین لوت زیاده. او کلی از اینا 400 تا تهشه. اینا رو باید یه طوری استفاده کنیم. 400 از 400 هم من. نترک دیگه. این چی شد؟ اینجا خبری نیست. نه پایین چه خبره؟ آن پایین خبری نیست. جلو چه خبره؟ صدا این دوستمون میاد. نه این دوستمون نیست. سلام مارینا. شاکرا. بچه اسمش مارینا اگه نمیدونیم، چون شبیه مارینا. حالا شاید بپرسیم مارینا کیه، نمیشناسیم. خب بلبی پینز که نمیدونم چیه. آها فهمیدم. خب مسیرها رو بهمون نشون میده رو نقشه. Many of them boys have useful equipment and items to trade. It would do well to keep track of their location with this pin. آره اینو لازم داریم. اینم بهمون نشون میده که همین زائرها کجان. زائرها و این حشر بشره و اینا بخریم ازش. این قطب نمایی نمیدونم چیکار میکنه. مپ اینجا رو ولی بگیریم. خب باید روزاریامون استفاده کنیم. میشش. آها همشو بدیم تو 134 تا. بابا قربونت برم. رینگ مارکر. You can use this to mark places of importance or reminders on your map. نمیخوام اینو. اینم نمیخوام فکر کنم. البته چرا این دوتا لازمه. مثلا یکیشو میتونم بگیرم. کم دارم مثلا اندازه یه انمی که بکشم کم دارم. کدومو بگیریم؟
با سگ خوردم میگم ایشونو نگیریم. چیزی که من فکر میکنم اینه که بهتره که هیچکدوم نگیریم، ولی مپ اینجا رو داریم دیگه الان. کاش لوکیشن خودمونم میزد تو این بازی. بذار بگیریمش جاش بمونه. اصلا اذیتیم اینطوری هر سری. حداقل جاها رو میگه، میفهمیم کجاییم. جای این زائرا رو میگه بهمون. اینه؟ آره. خب الان جای این زائرا رو نگفته بهمون، ناراحت کننده است. بذار اینم بدی نیست، فکر کردم بهتر باشه. شاکرتم. اینجا چه خبره؟ اینسپکت چیکار میکنه؟ خب بعدش چی میشه؟ فکر کنم راه قاسم به اینجا باز میشه. 50 تا بدم. چی شد؟ آره میتونیم بگیم قاسم بیاد اینجا. قاسم. خب الان قاسم رو داریم. سلام قاسم. آقا ما الان دیگه پولی نداریم. خب پولامون تمام شد. کوشش پولامون تمام شد. یه چالش داریم. این چالش لباس زائرا رو باید جمع کنیم. زائر بعدا نه زائر خوبه. جمع کنیم بیاریم تحویل بدیم ببینیم اون بهمون پولی چیزی میده. بریم این سمتا یه 3 تاشون بودن 3-4 تاشون بودن بزنیمشون لباساشون رو میتونیم جمع کنیم. نمیدونم چند تا دیگه میخوایم. 5 تا جمع کردیم 12 تا میخوایم. یه 7 تا دیگه شو جمع کنیم. چقدر اینا کم دمیج میده. ببین این شد 6 این شد 7. در سگو نگاه کن حالا همه جا رفت. ای برو بابا تو که اینجا قایم شده بودی در سگ. برو بالا دیگه اذیت نکن. میر. خب این یکی دیگه. یه شال دیگه جمع کردیم. این پایین هم چند تا بودن. اینهاش چه سریع شد یهو. یکی دیگه جون گرفت یهو. قوی شد یهو خیلی. یکم اینجاست. برداریم. چند تا شد؟ چند جمعون کامپلیت شد. این هم کامپلیت کردیم. حالا باید ببریم تحویل بدیم. این سمتی آسانسور بود تو بازی یادمه. این بود. خب جایزمون چیه؟ آها به ما یکم روزاری داد.
چند تاست؟ این 120 تا روزاریه. بعد نگه داریم بچه ها. بیایم این ماسکر ازش بگیریم چون نصف دیگه شو الان پیدا کردیم. این 300 تاه، 120 تا اینه، 65 تا هم اونه. میخوایم هنوز چیزی بوده 110 20 تا نیاز. این هم یه دونیشنه، بزنیم بدیم بهشون. اینم انجام بدیم ببینیم چیزی بهمون میده. انم بهمون نداد، ولی خب ما کمک مالی کردیم به عشق دل خودمون. پدر سگا پولمو خوردن، دروغ که نداریم. اینطوری میگیم که حداقل نسوزه. قاسم داره شورت میزنه. دیدی اصلا صداش کرد قاسم. برو قاسم. خدافظ قاسم. از اینا درست کنیم چند تا. نمیشه درست کرد. با این خیلی پدر سگ بده، اصلا چیز بدیه. اینو اصلا دوستش ندارم. وای بلم کن، اصلا با این نباید فایت داد. ولکنه معامله هم نیست. بعد یه جا هم نمیاد که بزنیش، میره عقب میاد جلو. میشه ای ولم کن کم ناموس. بابا تو بمیر، با هم صحبت میکنیم بعدن. همکارشون نگاه کن چقدر آقا اینجاست. سریع هم میمیره. اذیت بکنم نیست. چیکار داری میکنه خوشی؟ من که کاریت نداشتم ولی خب خودت خونت میخوره. پودر شد؟ چه مرگ بدی داشت واسه این بازی. میگم من با وای ریدم بچه ها ریدم. این چیه؟ سلام کوچولو. کوچولو نه یا سمت من دیگه. چرا با مزه است این؟ تو اصلا با مزه نیستی. اسکو میخواستم هیل کنم. چی میدی تو بکشمت؟ فقط میای، اصلا مهم نیست که بزنمت نزنمت، میای چون یک ببعی. آها ای بی شرف. خب این چه موجودیه دیگه؟ رفت؟ چی شد؟
از بابایی یاد گرفتیم که چطوری اینجا دمیج نخوریم. بابا این خیلی آدم که نیست، حیوونه. بعد من نگاه کن، راحت میاد راحت میمیره. یه سنگ از اون بالا میفته، یه سنگ از این بالا میفته. اصلا کل اهالی این گیم دست و دست هم دادن که ما به سیتادل نرسیم. راه باز کن. او آمده است. اینجا کجاست؟ اینا خطرناکی به نظر میان. مثلا حشره‌ای که 4 تا جون داشته باشه تو این بازی کنسله. چی میفروشی؟ آها صندلیه. بگیریم نگیریم؟ بگیریم، میخوایمش دیگه. باید سیو کنیم برای دارم چای میخورم و نه یاها. آها اینا بود؟ نه وای چون تیق تیقی. اینم نمیشه رفت. باید بریم بالا. اینا یهو شتاب میگیرن این قرمزا. تو هم بمیر. اون چه کن تیق تیقی. ای وای 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 قرار نبود اینطوری باشه. ای وای این نیزه اصلا کوتاه بردش میزنه. ولم کن. یکیشون خب ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای بمیر تو هم. هم بمیر. نباید الکی بمیریم. وای این سخت شد 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 این سخت شد. مرد. با ما نمیخوریم. من بعد اینکه تقریبا مردم. خب چه خبره پایین؟ ای وای الان نمردیم یا الان شخم بمیریم. گوله‌ای زدم این سنگه رو. لوتو بو کشیدم ها. این چیه؟ ایول بازم روزاری. این گیم نمیذاره 5 ثانیه به ما خوش بگذره. بریم این
سمت اول ببینیم چه خبره. این صندلی چیزی گیرمون باید بیاد. اینجا رو بپرم دیگه نمیتونم برگردم. چه راه یه طرف هست. این ور رو بریم. تو قاچ کونمون ترکید اینجا. حالا آها اینجا راه کوتاه‌تر باز شد. خب ما بریم اینجا یه تجدید قوه کنیم. حس میکنم اینجا یه خبرایی هست. نه فقط سوخت کاراکترم. آها اینجا یه ابالیتی، یه ابالیتی به امیده. بده من لوتو بابا. یه دختره یه ده دیگه، دختره یه آبادی دیگه، یه آبادی دور، از ده دور آمده یه دختر. چیه این؟ سویفت استپ. کارکنمون میدوه الان یا دش میکنه؟ بزنم. چه خوب میدوه حتی. باریکلا. چیکار میکنی؟ بده من لوتاتو. با ما اینطوری باید بریم بالا. چطوری؟ هنوز نمیدونم. آها الان میدونم. هنوز عادت ندارم، حساب نیست. این چیه؟ آها حالا کل بازی هم باید با این دشه بریم دیگه. هاپو بیا. هاپو نجات بدیم دوباره. ما کل این مسیر رو اومدیم که این هاپو رو نجات بدیم و 3 تای دیگهش که اصلا نمیدونم کجای مپن. باسه رو باید یه طوری بزنیمش. باسه عجیب بود، میشه دستوش اومد بیرون. سیف بزنیم اینجا. دوروبر رو ما خوب نگشتیم. اومدیم سمت هم اومدیم، اینا هم خوب گشتیم، چیزی پیدا نکردیم. یه سری جا هست که الان احتمالا با همین ابیلیتی میتونیم بریم دیگه، که من نمیدونم اونجا الان کجان. باید بگردیم پیداشون کنیم. چه خوشحالم که میدوه کاراکترمون. ای وای ای وای. اصلا دشه ابیلیتی خوبیه، لازم بود قشنگ همچین چیزی. بلمون کنیم بابا. کجاها الان کاراکتر ما قبلا قدش نمیرسید که الان میرسه. هیل کنیم این بد اینو بکشیمش. اینجا نبود. بلم کن پدر سگ. اینجا هم نیست. بریم بگردیم ببینیم جایی پیدا میشه. ای بچه ها حواسمون باید باشه دستمون به آردو نخوره. ابیلیتی جدیده.
کجاها مثلا من الان میخواستم برم که قد کاراکترم نمیرسیده. الان این سوال اصلی بازی ما. اونور بسته است. کجاییم الان دقیقا نمیدونم. یه خطی که خیلی داره میره بالا. هنوزم اینجا ما هی میایم اینجا، هیچ خبری هم اینجا نیست. اینجاها جایی نباید میرفتیم. یه استراحت بکن. اینجا هم مگه اصلا از اینا داشت؟ ما اینجا نیومده بودیم ها. آهان چرا آمده بودیم؟ منو نگاه کن. اصلا به کل انگار نمیدونم کجاییم. بریم پایین، خبری نیست. مرسی که آخرم اومدی با سر تو شکممون. اینجا بالاش جایی نداره. ببین جلو پاتو دیگه موسفند. اینجا هم خبری نیست. آهان اینا رو ما هنوز نمیدونیم باید چیکار کنیم. اینا رو فکر کنم بعد اینکه باسه رو بزنی میفهم. در سگو نگاه کنم. باسه اینجاست. یه صندلی هم بعد این پایین باشه. بریم سیف بزنیم بریم سراغ باس. اینجا یه نشست بزن. بریم این باسه رو بزن. خب بمیر پدر سگ. ای وای ای وای دارم میگم عمرم بذارم بزنیم ولی خب زد. اصلا خیلی گنده است از روش نمیشه پرید. ولی خب این ابیلیتی قطعا واسه این بابا ابیلیتی دشمون باید باشه همینو بکشیم. بمیر بمیر. بابا اصلا دستت نباید از اونجا بشه رد بشه. بشه رد بشه چی داری میگی؟
هیل کن هیل کن هیل کن. وای ماسلمن ترین آدمیه که تو این بازی تا حالا دیدم. میزنیمش. ای وای ای وای ای وای پرید رومون. بیا اینجا پدر سگ. خب من از این بر میخوام خارج شم اگه بشه. بزن دیگه. تو که داری میزنی. چرا این انقدر قویه؟ بیا اینجا پدر سگ. کام تنها کاری که الان باید جدا بکنیم همین. این باید بکشیمش. من اینکه بریم دیپ داک و بریم پایین. این کارم نکردم. ولی خب کشتنی این بیشتر خوش میذاره. زیرش هم نمیشه رفت. وای نمیشه پرید از روی اصلا خودش اندازه گنده ایه. بالا چی داریم؟ بالا رفتیم قبلا. چی نداریم؟ نباید کشت. آها وای پرید این چرا پرید به سمت بالا؟ بسکتبال مگه؟ پرید بلاک هم کرد تختم کرد. لبرون خب الان من وقتی این کنج گیرم میندازی باید چیکار کنم؟ خب الان برنامه چیه مثلا؟ نگاه کن اینجا واقعا نقطه امن من شد. اینجا نمیتونه بپره. ای وای نقطه امن من شد. من رفتم تو بغلش. من از سوامو نمیتونم رد شم. ببخشید.
ای وای. آفرین، برو از زیر بیا. حرف نمیزنم و گیر کردم قشنگ. وای. باری کلا. چی بود؟ ستون فقراتش بود زد بیرون. اما دوستیم الان با هم مثل باس قبلی. با همو دوست نیستیم ظاهرا. خب اینجا چیه دقیقا؟ میشه بتونم خودم هم پرت شدم باشا. هانترز مارچ. جونمونو پر کن. ما اینجا هیچ چیشو نمیتونیم بریم. یه چیزی نیاز داره که ما نداریم. بذار اینم. آره ما اصلا از اینجا باید بریم بیرون. کلا اینجا نمیتونیم کاری بکنیم. این باسه هم الکی زدیم در واقع. باید برگردیم توی همون منطقه. چیه جدید باز کردیم؟ دیپ داک. بریم سوار قاسم شیم. سینم من اگه بپرم بالا تو هوا. اوه دوباره چند نفر میشستین از یه سوراخ انقدر گزیده بشه؟ آقا برس دیگه، برس به صندلی. بسه. خب ما برای این پارت کافیه دیگه. این پارت پرجونی بوده. 2 سری باز زدیم. دوست داشتم این پارتو. بازیشو کلا دوست دارم. خیلی حال میکنم. مرسی از اینکه تا اینجای ویدیو بودین. اگه ویدیو رو دوست داشتین لایک و سابسکرایب لطفا فراموش نشه. کسی تو کامنت ها کمکی نمیکنه. صرفا یکی تو کامنت برام زده بود که باس اولو زدی خسته نباشی. داشت مسخره میکرد. ولی خب خیلی خوب زدم باسه رو. حرفی نمیتونه بزنه. دمم گرم. دوستتون دارم شدید. چیزی اگه دارین تو کامنت ها بهم بگین. تا ویدیو بعدی بدرود.